قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. اکنون رسول صلی الله علیه و سلم این چه دلالت میکند؟ یعنی تکرار مرار گفت، یعنی هم چیزی که چهارم مسئله و رسول صلی الله علیه و سلم این مسئله چه گفت؟ حدیثنده تکرارا مرارا گفت، تکرار کرد که لا تغضب، یعنی لا تغضب یعنی چه؟ غضب نکن. لا چه میگه مننده؟ لای نهی کرد، یعنی تغضب غضب شد، یعنی فعل مجزوم شد. غضب نکن، چه نکن؟ غضب نکن، لا تغضب. این چیز لا تغضب چی دارد؟ یعنی دو احتمال دارد. غضب نکن یعنی چی دارد؟ گفتم یعنی دو احتمال دارد. فهمدید؟ دو احتمال دارد. برای آن که معنای غضب گفتم یعنی هم به غضب چی میگن؟ یعنی شریک جعفر صادق رحمه الله میگوید که جعفر صادق، جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب میگوید که جعفر رحمت الله علیه الغضب میگوید الغضب مفتاح كل شر. الغضب مفتاح كل شر، یعنی این غضب کلید تمام بدی ها. کلید چی؟ تمام بدی، تمام شر. هم به چی میگن؟ یعنی غضب میگن که الغضب میگن جماع الشر، جماع شر و ترکه جماع الخیر. یعنی غضب این تمام شر خودش به جمع میکنه و غضب ترک کردن تمام خیر خودش به جمع میکند. یعنی فهمید؟ و عبدالله ابن مبارک رحمه الله میگوید که غضب، میگوید عبدالله ابن مبارک رحمه الله غضب تفسیرش انده میگوید که غضب میگوید حسن الخلق. غضب چی بوده است؟ خلق نیک. خلق نیک، ها؟ خلق نیک یعنی معنیش چی میشه؟ یعنی سخاوتمندی، الکرم، احترام، حرمت کردن، بخشیدن، حلم، صبر کردن، یک چیز تحمل کردن، همین چی میدارد حسن خلق میدارد. همین چی عبدالله ابن مبارک ها ترک غضب، یعنی ترک غضب چی بده است؟ یعنی حسن الخلق بده است. یعنی ترک غضب یعنی لا تغضب معنای لا تغضب چی بده است؟ یعنی حسن خلق، یعنی خلقت نیک. این همین چیز که امام احمد و اسحاق ابن راهویه غضب یعنی ترک غضب به همین چیز تفسیر کردن. یعنی فهمید؟ علمین با عظمی چیز چی میبرد؟ یعنی ما به یعنی قول نبی صلی الله علیه و سلم جنده چی دو احتمال داره، هر دو احتمال هم صحیح. این حدیث دو چیز خودش به یعنی چی در بر میگیره؟ دو چیز چی میکند؟ یعنی هذا الحديث يتضمن امرين. الامر الاول يعني چه؟ رسول صلى الله عليه وسلم هنا يأمر بماذا؟ بالاخذ باسباب حسن الخلق. یعنی اینجا رسول صلی الله علیه و سلم این صحابیه وقتی که اومده گفت که من به وصیت کن، رسول صلی الله علیه و سلم چه چیز به امر کرد این صحابیه؟ حسن خلق به، یعنی سبب های چی؟ حسن خلق به. یعنی حسن خلق چی گفتیم؟ یعنی میداریم به این به میدار اومده که چیز یعنی الکرم، السخا والنعم والصفح والعوف والحلم والصبر واحتمال الاذى. همین چیزا، صبر کردن، حلم، ملایمی، بخشیدن، سخاوتمندی، صبر کردن، بخشیدن، یعنی یک مصیبت تحمل کردن. همین چیزا چی به میدارد؟ یعنی معنای این حدیث به میدارد. و علیکم السلام. معنای همین حدیث به چی میدارد؟ یعنی گویا که رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ همین چیزا به این صحابیه ارشاد کرد که همین چیزا چیکار کن؟ گفت یعنی همین چیزا به تحلی، یعنی همین چیزا به چیکون؟ یعنی از خود کنه. همین سبب علم صفات ها تو با پیدا شود چی میشه؟ تو غضب نمیکنه که میشه. فهمیدین یا نفهمیدین؟ همین چیزا تو با پیدا شود اگر چی میشه؟ تو غضب نمیکنی. اگر همین صفات های حسن خلق تو با پیدا شود علم حالتا تو غضب نمیکنی. لا تغضب یعنی معنیش غضب نکن. همه میدونن غضب تو چی؟ رسول صلی الله علیه و سلم جنده و ارشاد کرد که همین کاری که همین کنی تو غضب نمیکنی. یعنی
اگر همین صفات ها تو باشد یعنی حلم، صبر، حلم و صبر و بخشیدن، از یاد برآوردن، یعنی اذیت تحمل کردن، کرم، سخاوتمندی، وسیگی، همین چیزا اگر تو باشد تو چی؟ غضب نمیکنی. فهمده؟ فهمده؟ علمین چیز یعنی صبر. هم به رسول صلی الله علیه و آله و سلم حدیث صحیح بخاری ده، حدیث سلیمان ابن سورت رضی الله تعالی و ارضاه. سلیمان ابن سورت رضی الله تعالی عنه چی میگوید؟ یعنی میگوید که غضب از بین رفتن بچی به استعاذه میشد. یعنی بچی استعاذه برای همین رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که آدم میبیند که غضب کرده استعاذه چی میکند؟ یعنی ارشاد میکند که من بچی به استعاذه با یاردم الله تعالی طلب چی دور کن میگوید. و چون حدیث بخاری حدیث ابو هریره رضی الله تعالی و ارضاه اومده که رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که لیس الشدید بالسرعه، یعنی سرعه صاد رای عین تا مربوطه، سرعه ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. یعنی السرعه یعنی بچی با فتحه هم میبیاد با سکون هم میبیاد، بالسرعه هم میشد و بالسرعه هم میشد، صاد و رای عین تا مربوطه. این تا یعنی معنای چی میتید؟ معنای یعنی مبالغه میتید. تا معنای چی میتید؟ مبالغه میتید، یعنی بسیار. اگر با فتح سرعه گویم و چی میشد؟ یعنی الذی، نعم، یعنی سرعه چی میشد؟ یعنی سریع، قوی میشد. الذی لا یسرعه احد من الناس بل هو یسرع الناس. یعنی یگون کس ویا یعنی چی؟ یعنی مسارعه میگه. مسارعه چی؟ گشتنگیری. مسارعه یعنی چی؟ نوع مشقی که چی گرفتن، یعنی بربه میگون که یعنی همین مسارعه میگون. یعنی سرعه چی بده؟ هم آدمی که یعنی همین گشتنگیری، همین مشقاندش یگون کس وای چی غلبه کردن نمیتونه، بلکه وای همه چی غلبه میکند. اما سرعه گویم عکسش میشد. یعنی برای همین جنده بچی میبیاد یعنی با فتح سرعه. رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که لیس السرعه یا لیس الشدید بالسرعه. شدید یعنی شدیده، شدید که وای قوی، آدمی قوی، آدمی یعنی چی؟ یعنی مرد با قوت، آدمی که قوت دارد، آدمی که مرد. وای همون نه که یعنی آدمای چی میکند؟ یعنی همین چی میگیم؟ گشتنگیری میگیم. یعنی همین چی دیگه روی غلبه میکند، یعنی با قوتش و با زورش آدمای غلبه میکند. نه وای قوی نه. قوی آدمی که حقیقی مثلا قوت دارد و بحثش یعنی سخت و قوت دارد، وای کی بوده است؟ همونه که نفسش حالت غضبنده میدارد. کی بوده است؟ وای نفسش حالت غضب میدارد. یعنی السرعه میگوید نعم الشدید هو من یملک نفسه عند الغضب. شدید آدم قوی و آدم با قوت که بوده است همونه که نفسش حالت غضب چی میکند؟ یعنی میدارد. فهمده؟ اما همونه که غضب یعنی انفجار میشد، یعنی وای چی؟ وای این چی دلالت میکند؟ یعنی ضعیفش به، ناتوانش به، عاجزیش به، بلکه اعوذ بالله علامت نفاق به این دلالت میکند. هم خیلی نه؟ هم خیلی نه؟ یعنی حدیث من آمده اینجا ثلاث من علامات النفاق، یعنی ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. إذا ماذا من هو؟ إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. سه چیز اومده روایت چینده. یعنی اگر سخن گوید دروغ میگوید، وعدتیت خلاف میکند، امانتیت امانت به خیانت میکند. و روایت مسلمان اومده که اربعون میگوید، اربعون من خصال النفاق. زیاده مثل چیز و زیاده چی؟ و اذا خاصم فجر. اگر مخاصمت شود چی میشه؟ جنگ میکفد. یعنی انفجار یعنی چی؟ کفیدن. یعنی چی میکند؟ جنگ به میخیزد. یعنی
این اعوذ بالله چی به دلالت میکند؟ یعنی تروننده چیه؟ یعنی اعوذ بالله خصلت‌های منافقی این آدمند. ها؟ اگر حق باشه برای چی غضب میکنی؟ صبر کن دار. یعنی این چی منافق این خیلی مثلا چی میشد؟ یعنی یک چیز با مباشرتا چی غضبش پیدا میشد. یعنی ها هم به چی میگوید و این صلى و صام، اگر نماز خوند و روزه دارد که وای منافق، اگر هم خیلی خصلتاش باشد، یعنی اگر هم خصلتاش باشد. همین به چی بوده است؟ یعنی رسول صلی الله علیه و سلم حدیثنده چی ارشاد کرده است از این صحابیه؟ چی چیز به ارشاد کرده است؟ حسن خلق. به همین حسن خلق گیر که به همین چیز تو چی میکنی؟ یعنی چی میشی؟ حقیقی مسلم میشی، از نفاق خلاص میشی. یعنی چی میشی؟ خصلت‌های نیک پیدا شده، از غضب چی میشی؟ دور میشی. فهمیدید؟ و دویم معنی که حدیث دربار میگیرد این چی؟ یعنی یکمش گفتیم که چی رسول صلی الله علیه و سلم امر کرده است، دویمش نهی کرده است. دویمش نهی کرده است از چی؟ از اتخاذ اجراءات عند مقتضا الغضب. حالت غضب به یک اجراءات نگیر، یک قرار نگیر، یعنی یک کار نکن، یک سخن نگو، یک حرکت نکن حالت غضب به. یعنی غضب لا شک حرکت میبینه. یعنی آدم که شد غضب، حتی کودک یک ساله چه غضب میکنه میخواد، یعنی غضب حرکت میبینه. اگر لابد غضب که اومد تو به چیکار کنی؟ غضب ها دور کن خودت. فهمده؟ همین غضب به حالت غضبنده چه یک کار نکن، برای که این چی میشد؟ ضد خودت میشد این چیز. هم به چی میگوین؟ یعنی حکما میگوین که الغضب میگوین عدو چی؟ العقل. الغضب عدو الغضب، الغضب عدو العقل. غضب این دشمن عقل. یعنی غضب که تو چی میکنی؟ عقلت چی میکنی؟ گم میکنی. خودت چیکار کرده؟ مثل دیوانه شدی. همه خودت چی کنی؟ یعنی یک اجرا، یعنی خودت داشته یک سخن نگو، یک کار نکن و الا چی میشد؟ همه ضد خودت میشد. همه میگن که الغضب اوله جنون و آخره ندم. الغضب چی بوده است؟ اوله جنون و آخره ندم. یعنی که جاش نیکن غضب، اولش جنون، مجنون، دیوانگی. نمیتونید که مثلا چیکار کرد؟ یعنی حرکتاش دیده میگید این جنش این آدمانده، عرق خوردگی این آدم، سحرش ایننده. میبینید آدمی چی سلامت گفته فکر نمیکنید به. طيب آخرش چی میشد؟ آخرش کار به چی تمام میشد؟ ندامت. یعنی وقتی که غضب کرده تمام کرد، بعد غضب چی میشد؟ پشیمون میشد، سر میقاپه. میبیاد چی غضب کنم میگه از زن به چی 1000 طلاق دادم. الندم آخره ندم. یعنی پشیمونی نه همین غضب و آخرش به چی تمام میشد؟ به پشیمونی تمام میشد. یعنی حتی اعوذ بالله آدم که جواب برد کفر ببرد، کفر ببرد. مثل قصه جبیل ابن ایهم. جبیل ابن ایهم یکی این که بود، یعنی یکی از ولی، یکی از امرای عرب شام بود و رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که حیات چند در رساله میفرستاد، همین جبیل به چی میکند؟ یعنی جبیل رساله دعوت میکند، رسول صلی الله علیه و سلم رساله گرفته ایمان میبیارد اسلمه. حتی که رسول صلی الله علیه و سلم هدیه میفرستاد. چون زمان عمر انده، یعنی به همین چی قریب 10 سال ایمانش دوام می‌یافت، ایمان مسلم بود. زمان عمر انده این شام دمشق انده بود، والد شام که بود ابو عبیده بن الجراح رضی الله الفهری رضی الله تعالی عنه، یکی از آدم‌های عادی و جبلی، یعنی امیر بود. میبیاد جبلی میزند، لطمه، یعنی چی رویش میزند. جبلی غضب میکنه، میبیارن نزدیک به ابو عبیده بن جراح. به ابو عبیده بن جراح میگوید که خلاص توی زد. میگوید یک آدم نوکاف عاجز امیر عربی شام به کی دست میبرداره؟
ابو عبیده میگه که خلاص یا بخش یا قصاص. قصاص چی خیلی که توی زد توی هم زن، همین چیز توی مالک هستی، یک تا زد یک تا زن. خلاص میگه لیکن این امیر زد میگه، یعنی آدم یک آبرومند و آدم مصاحب منزله زد. میگه کی باشه که میگه دیگه چیکار میگه؟ تو گفت که هذا لا يقتل، گفت که لا فلا تقطع يده، لا یعنی باید که چیکار این برای که من به دست برداشت باید که نکشید اقل شی دست چه بره، کدوم اساس دست چه میبره؟ اگر توی میکشت وینده او قصاص میشه، لیکن فقط یعنی یکون چیز نشکست، یعنی چه جنایت نشد. جنایت یعنی معناش چیه؟ الجراح اونجای نشکست، دندونه یا که مثلا یعنی ذقن یا که چشم یا بینی یک جای آبین یعنی چی نکرد، فقط خلاص. سنن رفت و گفت که اعوذ بالله غضب کرد، فغضب جبله فقال بئس الدين وهذا دينكم، این دیناتون بدترین دین بدست. فکفر فالتحق بالنصارى فتنصر، کافر شد الدین برآمد و نصرانی شد. بچه دیدید غضب بجا برد الدین برآمد. یعنی یکی اعظم آدمایی که وقتی جاهلیند میرد آدم عادی چی بود، یعنی صاحب شام به زندگی میکرد، این آدم عرب شام به دمشق به زندگی میکرد. عمر رضی الله تعالی عنه بود، یعنی بنده حوالی دمشق ابو عبیده بن الجراح بود. دیگه غضب گجا ببرد آدم کفر ببرد، غضب گجا ببرد آدم کفر ببرد. برای این حالت غضبنده چه رسول صلی الله علیه و سلم ایننده، یعنی این صحابی به وقتی که لا تغضب میگود معناش گفتیم چه، یعنی حالت غضبنده یک اجراءات، یک قرار، یک سخن نگو، یک کار نکن، یک حرکت نکن. هم به حدیث صحیح به چی اومدگی، اگر غضب کی کاری چیکار کنه میگه اذا غضب احدكم فان كان قائما فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. اگر غضب کنی تو هدا و به حالتان درست باشه چیکار کن؟ چین. اگر غضب الحمدلله بین رفت نرفت چیکار کن؟ خوب کن. یعنی المهم یک حرکت نکن. یعنی برای اون که مثلا چی میشد، یعنی هر چیز مثلا باید که یعنی خودت سست کنی و حالتنده. طبعا یعنی معروف که مثلا چی وای نشستن سستر الراست دادن خیلی خوب کردن سستر میشه از چی آشستن. همین بیان معنای دویمش چی گفتیم، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چیکار سازنده، یعنی نهی کرد. یکمش گفتیم امر، دویمش چی نهی کرد که یعنی حالت غضب به یک چیز، یک مثلا چی یک قرار، یک مثلا چی یک یک کار نکن. برای همین مثلا گفتیم چی میشد، یعنی غالب مشاکل ها آدم اینجا پیدا میشد. یعنی برای همین قول مثلا جمهور اهل علم به یعنی حالت غضبنده شدگی طلاق چی میشد، یعنی طلاق چی میشد، یعنی حالت غضبنده که اگر حالت غضبنده طلاق واقع شود و چی گفتیم یعنی حاصل شود و طلاق چی میکنن، یعنی حساب میکنن یعنی حالت غضبنده مثلا چی کنن چی میشد، یعنی حساب میکنن. یعنی حالت غضبنده مثلا نعم و بعض چیزا، لیکن نگاره برای غالب مثلا چی میشد، یعنی غالب مشکل های طلاق کدوم حالتانه میشد غضبنده. هم نزدی مفتی به میبیاد غضب کردم مثلا چی خانم اومدم خواننده یک کارو کدو المی غضب کردم زن به چی گفتم، یعنی 3 طلاق گفتم. غضب کردم اومدم زن به 1 میلیون طلاق گفتم، 1000 طلاق گفتم، 100 طلاق گفتم. همش چینده میشد، یعنی حالت غضبنده. همین غضب یک دقیقه صبر کنی حیاتت نمیسوزد. یعنی حتی مثلا چی اعوذ بالله، یعنی وقتی که نفسی یک چیز های ظاهرش مثلا گرچند لله بود لیکن باطن اند یک چیز غضب نفسی بود، هم به حسن البصری رحمه الله میگفت که اگر همین حیات میگفت ایاک میگفت چی میگفت، یعنی حذر میکند، حذر ایاک ان میگفت تنفذ امرا عند 4 اشیاء، عند 4 الاشیاء. و چی یعنی همین 4 چیزا نزدیک هیچ وقت یک مثلا چی یک چیز لا تنفذ انفاذ یعنی اجرا نکن. حالت چین 4 چیز چینده، حالت رغبتنده، حالت رهبتنده،
حالت شهوتنده، حالت غضبنده. همین چیزان چی کنه یعنی چی بده؟ چهار چیز: رغبت، رهبت، شهوت، غضب. رغبت یعنی سخت، مثلا چی یک چیز نفست میخواهد، سخت از تو طلب میکنه همین چیزه، باید که کار کنی میگه، یعنی گویا که یعنی دیگه راه نداری، همین چیزه باید که کنی. همین نفس یعنی طلب میکنه در تو. دیدی که نفس سخت هم چیز طلب کرده زوده است، خلاف کن نفس ده، برای که نعم خودر مثلا چی هم آب طلب میکند، خیلی آب حلال، ثم نون طلب میکند، لیکن رفته رفته چیز حرام طلب میکند در تو. هم خیلی نه، هم به چی میگن؟ کل محذور مرغوب، کل محذور مرغوب. هر چیزی که حذر کرده شدگی، نهی کرده شدگی و این نفس و چی طلب میکند. هم خیلی نه، هم به حالت همین سخت نفست که دیدی که ات تو هم چیز طلب کرد چی موافق نشم نفست ده، اوکی. یا که حالت رهبتنده، یعنی نفس سخت یک چیز میترسن. خیلی ترسی مثلا ممکن طبیعی میشد، لیکن بعضی وقت میاد که چی میشد یعنی خوفی محرم میشد. حتی نفس از ترس چی میکند یعنی اب تو طلب میکند که یک واجب ترک کن، یعنی یک سنت ترک کن. این بچه راضی نشون است. سیم حالت شهوت، سخت شهوت بیاد، اعوذ بالله چی ربما این شهوت تو یک جا میبرد، زنا به میبرد، حرام به میبرد مثلا. چون چهارمش غضب، چهارمش چی گفتم یعنی غضب، چهارمش چی غضب. همین قصه رجلین دو مرد بود که بنی اسرائیل انده، یک تش که بود راه بود، دویمش دویمش مقصر بود، یعنی گناهگار بنده بود. دو برادر بود، یکی چی بود یعنی آدم صالح تقوادار، دویمش چی بود آدم گناهگار اسیانگر بود. یعنی این صالح دایم گناهگار به چی نصیحت میکرد؟ نکن برادر، میگفت گناه نکن، عبادت کن، همین چی داره. روزی از روزها چی وقتی که میخواد گناه میکند، همین کلمه چنده میگفت حالتی غضبنده میگفت، میگه که والله لا یغفر الله لك، و فی روایت والله لا یرحمک، لا یرحمک الله. میگه که لا یغفرک الله، والله لا یغفرک الله سبحانه و تعالی. میگه یعنی قسم میخورد، التعلی قسم خوره، میگه که چی الله تو نمیبخشد، الله تو نمیبخشد. حالت چنده میگه غضبنده میگه. وقتی که هر دوش الله تعالی زنده میکنه بعد مردنش، همین آدمی که حیاتش عبادت و صلاح و تقوا گذاشته بود، میگه که از کجا دونستی رحمت من تو؟ از کجا دونستی که من کی رحمت میکنم کی نه، کی مغفرت میکنم کی نه؟ به همین کلمه گفتنات همین عملات چیکار کردم؟ باطل کردم. تمام حیاتش کردگی عملش شد باطل شد. چیکار کردنش؟ گرفتنش جهنم به در آوردن. اول آدم گناهگار الله تعالی چی گفت؟ من گفت با رحمتم و چیکار کردم؟ و علیکم السلام، رحمت کردم، ادخلوه الجنت، جنت به در آورید. ابو هریره رضی الله عنه میگه که قد قال کلمه، قد قال کلمه ماذا فعل، یعنی به همون کلمه که چه او بقت دنیاه و آخرته، او بقى آخرته و دنیاه، دنیای آخرت چه کرد؟ یعنی موبقات، یعنی نابود کرد، خراب کرد. دیدید حالت چنده شد؟ همین چیز حالت غضبنده، حالت غضبنده میشد. هم به انسان حیات غضب چه نمی کند، یعنی غضب چه نمی کند، یعنی غضب کجا میبرد آدم؟ جنون به میبرد آدم غضب. هم به یعنی برای همین یعنی غضب داشتن یکی از چه، یعنی از صفات های متقین. الله سبحانه و تعالی میگه که وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. انا من چیز چه
والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين. یعنی من عند الله تعالی چی گفت؟ یعنی همین جنتی که وسیعیش مثل آسمان زمین، این برای کی؟ برای متقین ها، تقوادارها تیار شده. و تقوادارها چیشه؟ صفت چی گفت؟ یکی از صفتاش چیه؟ کاظمین. یعنی چی میکنن؟ یعنی تحمل میکنن اذیت های، یعنی نفس هاشونه یملکونه عند ماذا؟ عند الغضب. یعنی حالت غضبان خودشون چیکار میکنن؟ میدارن. هم به من حدیث سنن اومدگی حدیث معاذ ابن انس رضی الله تعالی عنه، رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که علیه الصلاة والسلام میگوید که من کظم غیظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. عظيم حديث، يعني حديث عظيم. اگر آدم غیظ همین چیه؟ غضبش دارد و هو قادر ان ينفذه، لیکن چی؟ قادر که من چی؟ تنفیذ غضبش اجرا کند. یعنی غضب اومد چون چیکار میکند؟ یعنی غضب یک چیز طلب میکند، لیکن چی؟ مثل حسن البصری گفتگیش باید لیکن خودش داشت. یعنی غضب طلب میکند که رفته و چی؟ زن یا یک دشنامته یا یک مثلا یک سخن بدگو، یک مثلا یا و یک میرد میکشد یا و یک قادر، یعنی دست چند چی؟ سیف، شمشیر، سلاحی مثلا رفته میتود که سری غضبنده چیکار کند؟ رفته منه کشد، قتل کند، یا که زند، یا که یک سخن بد گوید، دشنام کند، یک چیز گوید. یعنی همین چیز باید چی؟ قادر. لیکن همین حال قادرش استفاده چیکار داشت؟ خودش استغفر خودش چیکار کرد؟ یعنی داشت صبر کرد. اجر چی میشد؟ اجر این آدم روز قیامت اند الله سبحانه و تعالی رؤوس الخلائق به سری مردم به، یعنی تمام نزد آدمیزاد تمام مثلا مردم اند الله تعالی چه دعوت میکند؟ این بنده دعاه به نامش گرفته دعوت میشه. چه میگوید که الله تعالی به همین ثواب کاری کردی ثوابش چه؟ میگوید که الله تعالی اختیار میکنه. میگوید که خودت به اختیار کن کدومی از حور عینی که الله تعالی تیار کرده برای بنده هاش در جنت، کدومی که میخوای برای خودت چه؟ اختیار کن. برای خودت چه؟ اختیار کن. حتی یخیره فی ای الحور شاء. از کدوم حور عینی که میخواهد خودت در چی کن؟ میگوید یعنی اختیار کن. میگوید یعنی حدیث عظیم. یعنی هم به انسان چی میکند؟ یعنی غضب چی میکند؟ غضب باید که چی دارد. فی ای الحور شاء یعنی مطلق، یعنی چقدر که میخوای اختیار کنی. یعنی